مخالفین به اروپا نآمدند. ساکنان در تاجیکستان از لیمیت غیر انتظار شکایت دارند. مقامات روس گفتند افراد دارای 2 شهروندی نیز به ارتش جلب می شوند. اکثر شرکتداران نظرپرسی رادیو آزادی گفتند نمیخواهند شهروند روسیه شوند. این و دیگر خبرها در ادامه برنامه. مقامداران رو به مسکو در منطقه‌های قسماً اشغال شده اوکراین میگویند که در نظرخواهی 5 روزه مردمی رای دهندگان از شامل شوی این منطقه‌ها بر روسیه پشتیبانی کردند. شام 27 سپتامبر منصبداران کمیسیه‌های انتخاباتی از طرف مسکو تعیین شده بعد انجام آوازدهی پیش بینی کردند که رای دهندگان ولایت‌های زاپاروژیا، لوهانسک، دونتسک و خرسون با طرفداری از شامل شوی این منطقه‌ها بر روسیه آواز دادند. اوکراین، کشورهای غربی و سازمان ملل متحد این رفراندوم را غیر قانونی نامیدند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیامش به سازمان ملل متحد گفته است که برگزاری رفراندوم امکان مذاکرات با روسیه را از بین میبرد. روز 27 سپتامبر در واشنگتن کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیراج الدین مهرالدین را به حضور پذیرفت. مقامدار بلندپایه آمریکایی گفت که هدف از این ملاقات تحکیم همکاری‌های ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان است. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ابراز داشت که تاجیکستان از همکاری با ایالات متحده آمریکا قناعتمند است. همچنین انتونی بلینکن و سیراج الدین مهرالدین گفتند که در ملاقات مسئله امنیت منطقه از جمله افغانستان را بررسی خواهند کرد. تفصیلات این موضوع را در سامانه رادیو آزادی دوام روز بخوانید. مقامات تاجیک از شرکت در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا که در شهر ورشو لهستان آغاز شده است خودداری کردند. در جلسه این سازمان که از 26 سپتامبر آغاز شد وضع حقوق بشر در کشورهای جهان ارزیابی می شود. طبق برنامه مقامات تاجیکستان در این نشست باید به تنقیدهای فعالان حقوق بشر و مخالفین پاسخ می دادند. حکومت سبب خودداری از شرکتش در این جلسه را شرح نداده است. سال 2016 تاجیکستان از راه یافتن مخالفان به این جلسه که مقامات آنها را تروریست و اکستریمیست مینامد ناراحت شده بود و نمایندگانش جلسه را ترک کرده بودند. برنامه رسمی جلسه امساله که آن را سامانه سازمان امنیت و همکاری اروپا نشر کرد به بررسی وضع دموکراسی، آزادی بیان، مبارزه با شکنجه و بدرفتاری با محبوسان و مسائل دیگری وابسته به حقوق انسان تمرکز کرده است. توجه به جنگ بی اساس روسیه در اوکراین و پیامدهای آن نیز از موضوعهای کلیدی است. فعالان تاجیک در آغاز جلسه از سرکوبی اقلیت‌های پامیری در تاجیکستان، بازداشت فعالان و روزنامه‌نگاران صحبت کردند. مقامات روس گفتند که افرادی دارای 2 شهروندی که همزمان شهروند روسیه هستند از عهده‌داری‌های حربی آزاد نیستند. سامانه ابیسینیا که حکومت روسیه به خاطر شرح مسئله ها راه اندازی کرده است نوشته است به افراد 2 شهروندی در رابطه با سفربری جزئی به ارتش مثل شهروندان این کشور مناسبت می شود. یعنی آنها هم اگر همچون سرباز و افسر احتیاطی ثبت شده باشند به ارتش جلب خواهند شد. بر اساس قانون درباره سفربری جزئی شهروندانی که همچون سرباز و افسر احتیاطی ثبت هستند به ارتش دعوت می شوند. حالا به برخی شهروندان در گذرگاه‌های مرزی دعوتنامه به کمیسریت حربی دادند. برخی مهاجران تاجیک شکایت دارند که با وجود شهروند روسیه نبودند آنها را برای جنگ در اوکراین تشویق می‌کنند. روسیه به سبب به اوکراین هجوم کرد و خبر می‌رسد که در این جنگ تلفات زیاد داده است. ساکنان از چند منطقه تاجیکستان بر رادیو آزادی شکایت کردند که 2 روز باز انتقال برق به خانه‌هایشان برای چند ساعت قطع می شود. از جمله چند ساکن از دهات منطقه کلاب و شهر تورسونزاده و پنجکین نوشتند که شبانه از ساعت 22 تا 4 صبح و روزانه از ساعت 8 تا 11 انتقال برق به خانه‌هایشان قطع شده است. ساکنان از آن نگرانند که مثل سالهای قبلی بدون آگاهی لیمیت یا محدودیت نیروی برق آغاز شده است. در شرکت برق تاجیک جاری شدن محدودیت در انتقال نیروی برق را رد کردند و گفتند اگر در جای برای چند ساعت برق قطع شده باشد این با سبب تعمیر زیرایستگاه است که برای زمستان آماده می شوند. اما سال از ماه اکتبر، نوامبر تا ماه مارس یا اپریل در تاجیکستان انتقال برق به خانه ساکنان محدود می شود. چند سال اخیر مقامات رسما لیمیت اعلان نمی کنند و نبودن برق را به تعمیر زیرایستگاه‌ها و سیم چوب‌ها ربط می دهند.
در یک نظرپرسی در صفحه تلگرام رادیو آزادی اکثر شرکت‌داران گفتند نمی‌خواهند که با شرط خدمت در ارتش روسیه شهروندی این کشور را بگیرند. با سوالی آماده اید برای عوض خدمت در ارتش شهروند روسیه شوید، بیش از 1100 نفر پاسخ گفتند. 84% شرکت‌داران گفتند که در چنین حالت از گرفتن شهروندی روسیه دست می‌کشند. تنها 11% گفتند که راضی‌اند که به ارتش روسیه روند و صاحب شهروندی این کشور شوند. 5% گفتند تنها در صورت راضی می‌شوند که آنها را به جنگ نبرند. سلمان، یک کاربر آزادی، نوشته است که حالا نیازی به شناسنامه روسی نمانده است، چون شناسنامه تاجیکی در جهان از آن با قدرتر شده است. روسیه اعلام کرد که شهروندان خارجی که 1 سال در ارتش این کشور خدمت می‌کنند صاحب شهروندی خواهند شد. روز سه‌شنبه هنرمند معروف هندی سلمان خان اعلام کرد که عبدالرازق سراینده خورجوسه تاجیک اولین شرکت کننده آزمون بیگ باس خواهد بود. این آزمون و یا شو نسخه برنامه‌های تلویزیونی میباشد که در کشورهای مختلف با نام برادر بزرگ و یا بیگ برادر شناخته می شود. از این پیش خبر نشر شده بود که عبدالرازق برای نقش آفرینی در فیلم بالیوود دعوت شده است. با عبدالرازق زمان توجه کردند که در کوچه و بازارهای زادگاهش با ساز و گداز ترانه می‌خواند. او با یاری رپسرهای تاجیک با نام بران از پنجکند به پایتخت آمد و به صحنه‌های کلان تاجیکستان و بیرون از آن راه یافت. بعداً او از بران جدا شد و حالا در هند قرار دارد. و نگاه به قرب اسعار، بانک ملی تاجیکستان برای 28 سپتامبر قرب 1000 روبل روسی را 168 سامانی، $1 آمریکایی را 10 سامانی و 22 دیرم و 1 یورو را 9 سامانی و 83 دیرم مقرر کرده است. در بانک‌های تجارتی قرب می‌تواند فرق داشته باشد. سرخط خبرها به پایان رسید. بعد 3 ساعت دیگر و ساعت 2 به وقت مسکو و ساعت 4 به وقت تاجیکستان با برنامه اخباری آزادی به خدمت شما برمیگردیم.